توی چین یوها از رباتی رونمایی کردن تو این چند روزه به اسم آیرون. شرکت شاپن ساخته. انقدر به آدمیزاد نزدیک بودش که مردم گفتن که این داخلش آدمه. اینا اومدن ثابت کردن. اما چطوری؟ انقدر مثل آدمیزاد راه میرفت که حتی شک کردن. گفتن این توش آدمه. همونجا اومدن ثابت کردن. کارکنان اونجا اومدن پشت لباس اینو باز کردن. اما بازم یه سری‌ها باور نکردن. گفتن که این دروغه. که بعدش خود رئیس شرکت اومد آستین این ربات زدش بالا که انگشتاشو اینا همه قسمت‌های سیمکشو نشون بدن. تا تو همون حالت دوباره شروع کرد به راه رفتن و دوربین حتی زوم کردن روش که مشخص بشه. بازم باور نکنین سریا، تا اینکه دست به قیچی شدن و پای چپ اینو کلا وراشن مشخص کردن، بریدن. این ربات یوهو رونمایی شد. بعد همین چند مدتی که تسلا اولین ربات انسان نماشو معرفی کردش. این قابلیت این داره که تو کارخونه‌ها کار بکنه به دقت ظرافت انسان و خوبیش اینه که تا سال آینده به تولید انبوه میرسه و تو کارخونه‌ها استفاده میشه. علم داره به کجا میره واقعا. انگشتای پا تو انگشت دست این ربات طوری طراحی شده که عین مفصل انسان مونه. قابلیت اینو داره که مثل انگشت انسان انعطاف پذیر باشه. این ربات اصلا نیازی نیست برنامه‌ریزی حتی بکنه، چون خودش با سیستم AI تنظیم میکنه خودشو و میتونه تصمیم گیری بکنه. فکر کنم ایلان ماسک یک شبه آسمونش به زمین اومد با دیدن این ربات. نظرتون راجبش چیه؟ فکر میکنین آینده ربات‌ها به کجا میره؟ برام کامنت کنید.